سلام علیکم دوستای عزیز. در هر جای هستین امیدوارم که جور سلامت باشید و لباس عافیت به تن داشته باشید. دوستای عزیز، خوش آمدین در امروزه برنامه ما. و دوستای عزیز بیننده باشین کجا میرم و کجا نمیرم. دوستای عزیز حلینا مایک کسل کننده میشه یا دوستان نگران میشه. خب دوستای عزیز همینطور میبینین ما احسن هلمارسک چی لباس چی بستن. بعد دوستای عزیز ما که راییم طرف خانه دوستیم. بعد امروز تولد داره، تولد دخترشه. انشالله که 1000 سالش نه، انشالله که همیشه زیر سایه پدر مادر باشه و همه اولادها زیر سایه پدر مادر باشن. انشالله خداوند روی نگهدارت که اولاد ما شما دوستای عزیز. بعد دوستان ما تولد دخترشه. بعد محسوب تاله دیشب ساعت 3 خانه مادون دیشب رفتدیم بیلیارد تا ساعت 12 بازیدیم. بعدش خانه لالیم دوره بود بردیم دیگه آقای الزاده و شفایی. بعد امیدینا ما را اذیت کنن که ببریم دیگه. ما را یک پیش که یک موتر در یک جای دیگه اشتیم، پس در یک موتر دیگه رفتیم اون رو رسیدیم مهدیره. بعد دوباره برگشتیم، پس موتر خود تمام تو خانم ساعت 3:30 شب شد. بعد ساعت دادم صبح بلند شدم در وقت یک ماشین پاک کاری بود خراب شد. بعد از پاککاری ماشین دوستا رفتم کیک میگره گرفتم تاویل سوتالم همیشه اینجوری گشتم دیگه دوستم کیک سفارش داده در شهر از ما. بعد رفتم کیک گرفتم، دو تا کیک سفارش دادم، کیک ها تاویل گرفتم و حال دوستا میرم طرف خانه دوستم و ما رو برنده باشید. دوستای عزیز لطفا لایک سابسکرایب فراموش نکنید، کامنت بشن هم بدید. دوستای عزیز و ویدیوهای از برم نزدیک دوستا خروجی نزدیک رد شده و کامنت کشم فرام دوستا بدید بدین و ویدیوهای از برم بدید دوستا شیر کن. دوستای عزیز تا کانال یوتیوب دوستا به یک جای برسه و تشکر از حمایت شما دوستا. بازم خیلی خیلی تشکر که ویدیو رو مساعد مونین و حمایت مونین. یک دنیا تشکر دوستای عزیز. دوستا در آلمان کسیم در این موقع وقتی خوبیشم ده دیگه، وقتی هوا سبز تابستان شده و دوستا کولر ماشین نیاز شده دیگه. بله طبیعت خیلی خوشگل شده، همه جای میرید طبیعت، درخت‌ها سرسبز. به این موقع کسایی که وقت داشته باشه فرصت داشته باشه بریم بالای تپه‌ها، همچین خوشگل همه جا سرسبز که اصلا روح روانه ده. بسا چی میشه تازه میشه. تیلرهای ده اینجا تیلرها من
سرمایه داره و گرم داره. زمستانش دوستان جای آلمان در اروپا در کل خیلی گرفته دوستان. زمستان چه دور درازه؟ زمستانش دیگه خیلی طولانیه ولی تابستانش باز عالیه دیگه. تابستان خدایش کنه. باش زیاد طولانی نشنه دیگه. دوستان عزیز همجوری که میبینید اینم خدمت شما نه خاموش خب دوستان عزیز همجوری که میبینید ما دیگه داریم میریم دنبال مهدی برادرم هم که همداد در شهر از ما مجبور ما رو بیاریم و حاجی امید حاجی محمد زحمت رو دیگه دیدیم دوش حاجی محمد سلام خانواده آقای سعادت فالوورای آدم که هست خود جز خانواده آدم دیگه نه؟ آره من تولد دخترم هستم و این چرا آدم خوبی هست من خود به دنبال مهمانم برم گناه رو بیارم چون ما آدم غریب هستم کس خانیمو نمیه مجبور میکنم خود یک گناه رو کس کرده بیارم دیگه آقا مصطفی و آقا محمد ما رو آوردیم دیگه ما دنبال برور آقا مصطفی و مهدی برو با بچه هاش انشالله بیاریم دیگه حاجی موضوع باش که ای بی اس فعال موتر نه موضوع باش که ای بی اس دوستان موتر دیروز ای بی اس فعالش به سنسورش بود سنسورش خورده ولی دید سنسورش هواش کم خطرناک شد دیروز خیلی زیاد بود ترسنده و یه دیگه بریک گرفتم تا پای می بیش فعال شد خیلی چیکار آلارما روشن چراغ همه از دم روشن بود خود بعد ترساندم اصلا سرعتم خیلی زیاد بود دوباره سرعت کم تعمیر کنم چه یا سمزه ایرانی گپ بزن یا دری ماچی نمیشه دیگه بیشتر نیست از نفر که در ایران گفته بود که من زمین خوردم او گار شدم الزاده اگر ویدیو نموش که همون جب اگه گوتن همون این مثل دو جب نیشده همه گلاد بگ آره بعدیش گلاد بگ اسم کستن یکی مثلا راه رو گم نکنی اشتباه اینجا من فهمیدم خط عوض نتونستم ماشین خیلی سرعت اومد یه بعد خط سه خط همزمان عوض خیلی بد خود نه یکی چی شد ولی برم پایین اینجا نزدیک درست برگشتم ولی تو مقصد نرو بگو که من کدام طرف دورم همه تو برو گرد است مستقیم بگو شاید فالوورای سوایت انتل لینکس صحیح است من دو موقعی که رانندگی میکردم همه
یه از طرفی گونه دست بزن البو دست بزن دست بزن یک دانه کیف واو و یک دانه عروسک دست بزن دیگه انرژی کجایه یه از طرفی مامان زهرا نه از مامان هلما یک دونه عروسک یک دونه جوراب یک دونه لباس und die Hose. Bye man. Goshwara. Das bزنی. بیا. و پیرن شلوار. دست بزنی. از طرفی مامانا پیرن یک دانه شلوار و جراب و جراب دانکشون خب آقا مصطفی تعریف کن دیگه دیگه چی بگم آجی؟ کجا رفته بودی؟ رفتیم دیگه سر امید رفتیم چاشت رستوران رفتیم بعد از رستوران رفتیم یک بیلیارد بازی کردیم دوستا ما امروز به اینج دیگه به اصطلاح بلده تولد اینجا کوچولو بود دیگه بعد انشالله خداوند عمر بده انشالله که سالهای سال زیر سایه پدر مادر خود زندگی کنه بزرگ کنه پیر کنه انشالله دیگه جشن بود بلده خانم بود آجی آه دیگه خب ما را از امو خاطر بور کنن دیگه آره. شما بورین که ما راحت بشیم بعد باش ببینیم بلده از مو یک کیک میگشتن یا نیشتن یا همه ایشان امید که رفته گم شده دیگه حالا تو باش که چای خالی میره یکی کدام تو خود شما نمو واجی دختر خب بیده کیک دیگه مالا مایا کیک میخوریم؟ دیگه کیک مالا نمو همه رسیم تو؟ مالا هنوز کیک مالا ایتا هنوز کیکش خوشمزه نمیدونم والله خیلی شیرینه نه کیک باید شیرین باشه دیگه نه خوشحال باشه نمک داشته باشه کیک زیاد جالب نیست کیک به نظر چی مزه باشه آجی اون رو داشتیم خب؟ او بنده کیک خدا باید مزه گوشت میده میگه کیک میگه خب میگه دیدی کوخه نیست زیاد لکه خب بعد از خوشمزه امید میگه همه کیک خوشمزه دیگه بنده خدا طوره نگوتش کیک خوشمزه گفت همه کیک خوشمزه دیگه طوره نگوتش خفت زد میگم آیسون مدد خود نشتک آیسون راحته نام ترکیه گفتم ها ترک هستی؟ گفتم نه ترک نیم نام دخترم آیسون نام ترکیه نشتک بعد میگه چند ساله موشم دیگه کردیم 1 ساله بعد که آیسون که 4 ساله گفتم او ببخشید آیسون نه یاسمین تولد یاسمین اشتباه گرفتی نه جو شروع که سم سبک بگم ما اشتباهی گفتم دیگه دوستای عزیز دیگه خیلی تشکر با ما بودین تا این لحظه تا دیداری بعد و تولدی بعد دیگه خداحافظ تولدی بعد خانه هفته بعدی خانه آقا مصطفی تولد خود مصطفی چی خبر تولد ما هفته کن تولد رو راست میگه به نظر من به سال چند فرق سری قبلی ما آمدیم سری قبلی ما آمدیم قرار که تو تولد از زیر میگیری خانه است دیگه خانه از مدی کوچیک نموشم
کنم سالن خانه نه اونجا نمیشه خانه است خوبه چی تو خانه است بهتر نیه شهر خوشم شهر تمیز یا شهر خوشگلیه ما در شهر که تولد نمیگیم در خانه نمیگیریم یا تازه دو مهمونی پارک آورده دو کشیشتن در پارک تولد نمیگیریم در خانه نمیگیریم الو بچه رو بچه امید از مو کسی مثل استودی خود نفر حساب نینی کل چیز آقا این بچه همه آقا هرچی بگست پارک بازی شهر بازی بینی کای از من ما میگیم کایش میشه پارک بازی پارک مرجانی هست آقا اون کاکایش میشه آقا یک کار دیگه میکنیم پاقانایش و چیزایش گردنی من میخرم گرچه الان تلاش کنم باچه اگه خالی کنم که میارم میارم مرسی همه با کنم یه پولی چند میشم کیکش و کیک میک و غذای چیزایش مصطفی میگیره محمد آقا شما چیشه میگیری ترنکن چه محمد میگیره ترینکش تو میگیری برای بچه مهدی تولد چیه مگه تولد میگیره خودش همه چیز بهت بگیره چطور تصگیه بگیره یه کمکیه دیگه مثلا تولد یاسمین بوده کیک آقا مصطفی خریده آجی نه کمک نیه مصطفی لوز اصلا این آجی لوس نکن ما بازش در گردن ننزیم پول میدن سنسه پول میدن خدا اکلی می جنان خورده میشیم تعطیلی هم هست تو که پول بشین چینه اگه جرأت داری بشین مشکل نداره از خانه خبره واله میگه بابا میگه ما 3 ساعت رفتم ولی 1 ساعت دقیقا بود که شما نمیدیدون نه او بنده خدا میگه ما 3 ساعت تولد مگه شام داره ما عروسی که نداریم تولد یه هم جزئی از تولد از سال دو دوستان عزیز تشکر شما که تایید خدمت بودین دوستان عزیز تشکر شما که تایید خدمت بودین و از این امید چیزی اصول نمیشه از این چیز ساخته نیه ولی این تایتاوش نم خیلی تایتاو دوستا اشکال نداره دوستان عزیز اگه شام ماندن ما ویدیو میگیرم باز پست شام ماندن از این شام نان اصول نمیشه دوستان عزیز تا ویدیو بعد شما رو به خداوند کریم رحیم میسپاریم خدا یار و نگهدارشون خدا حافظ دوستان عزیز خداحافظ تا دیدار بعد بای